ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 22 فوریه سال 2024 بحث دو جوان از کوچه اسپیچک با اتهام می دعوابوشی خبر داد. بنا به اطلاع نشر شده از جانب کارمندان میلیشیا در اساس مراجعت و نوار ارسال کرده یک ساکن پایتخت برای ویران نمودن ترتیبات جمعیتی شهروند اشرف محمد شاه سال تولدش 1995 و شریپوف احسان سال تولدش 1990 استقامت کنندگان شهر دوشنبه کوچه اسپیچک دستگیر کرده شدند. میلیشیا گفت ضمن سنجش معین گردید که نام بردگان صحنه 9 فوریه سال جاری هنگام در کوچه اسپیچک قرار داشتنشان به یگان اساس جوان به میلیشیا مراجعت کرده را با الفاظ قبیح دشنام و حقارت نموده با او مناقشه کرده ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کردند. وابسته به حالت مذکور نسبت اشرف محمد شاه و شریپوف احسان طبق طلبات ماده 460 کدش حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان با اتهام می دعوابوشی پروتکل‌های مأموری را ترتیب داده از جانب دادگاه نسبت هر کدام از آنها جزا در نمود حبس مأموری به مدت 7 شبانه روز تعیین کرده شد. خود اشرف و شریپوف یا نزدیکان آنها برای شرح قضیه دسترس نیستند. به شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه اسماعیل سامانی با عریضه مرد 33 ساله ساکن ناحیه مذکور مراجعت نموده است که شب 21 فوریه سال 2024 تخمینا ساعت 21:50 هنگام در خانه استقامتیشان قرار داشتنش او را به یگان اساس پسر برادرش نابالغ 17 ساله ساکن همانجا دشنام‌های قبیح داده با استفاده کارد در دستش بوده به قسمت قفس سینه‌اش یک مرتبه زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. ضمن برگزار نمودن چهاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معین کرده شد که مرد 36 ساله ساکن شهر پنجکند صحنه 20 فوریه سال 2024 تخمینا ساعت 17:00 در کوچه لایق شیرالی با مرد 48 ساله ساکن شهر مذکور خورده با بهانه آنکه فرزند خردسالش را لطوکوب کرده است بحث و مناقشه کرده با مشت به طرف چپ روی جبر دیده زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری کرده شد. نسبت گمان برشونده پرونده جنایتی با ماده 112 قسم 1 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه گذراندن چهاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا مرد 51 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. گمان برشونده اولهای سال 2022 با راه فریب به باوری مرد 28 ساله ساکن پایتخت در آمده خود را صاحب کار معرفی نموده از جبر دیده در بنای نوبنیاد در مساحت 238 متر مربع خانه استقامتی را به مبلغ $99,500 امریکایی غیر قانونی گرفته وعده می‌دهد که در مدت 2 ماه مبلغش را برمیگرداند. اما گمان برشونده منزل استقامتی را به دیگر شخصان فروخته مبلغش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد.